در نتیجه گذراندن چوره‌بینی و اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که مرد 64 ساله ساکن نویه دیوشتیج 11 فوریه سال 2024 تخمینا ساعت 20:00 دقیقه هنگام در حدود جماعت دیوت مجین نویه مذکور قرار داشتنش از سبب مناقشه به میان اومده با مرد 62 ساله ساکن امین نویه جنگ و جنجال نموده یک چند مرتبه با کارد خوجگی به شکمش زده از جای حادثه غیب زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. نسبت گمان برشونده پرونده جنایتی با ماده 112 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. و شعبه وزارت کارهای داخله در نویه یووان با عریضه مرد 47 ساله ساکن نویه جامی مراجعت نموده است که 4 فوریه سال 2024 تقریبا ساعت 15:30 دقیقه شخصان نامعلوم با روی زوروری از دستش دو عدد تلفن‌های موبیلی را تصرف نموده از جای حادثه غیب زدند. هنگام گذراندن چوره‌بینی و اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوان 21 و 25 ساله ساکنان نویه یووان با گمان صادر نمودن جنایت غارتگری دستگیر کرده شدند. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد.